بعد از مواقع ماشین فن داره یه سر کار میکنه، آمپرت هم داره میاد بالا. باید اولین چیز که چک میکنیم بریم سمت ترموستات. ماشین رادیات که ببینی دو تا جند داره، یکی بالا یکی پایین، باید چکش کنی. اگه یکی اونا سرد باشه این بالایی مثلا میبینیم بالایی گرمه یا سرد، بالایی گرمه پایینی دست میزنی که این جند هم پایینه. اگه این پایینی هم سرد بود یا رادیات سرد بود تو ماشینای دیگه که بشه دست بهش بزنی، حالا پراید نمیشه دست بزنی، فقط جنتا باید چک کن. این نشونه ایه که ترموستات جام کرده، ایراد داره. برای تعویض ترموستات ای جایی گیر کرده باشیم بخوای خود تو عوض کنی، ابتدا باید بذاری ماشین خوب خنک بشه نذارم. بعد جنت بالا رو باز میکنی، یه دو تا سه تا پیچ 8 داره، پیچ کوئل که باید کوئل رو باز بکنی. نشون بده یکیش اینجاست، یکیش اینجاست پیچا. بیا این دوتا هم نشون بده. دوتا هم این طرفه، این یک این دو. خب کوئل رو باز میکنی. بعد ترموستات هم دوتا پیچ بیشتر نداره. ترموستات رو مشاهده که میکنین، این ترموستات الان چیز که تو تصویر مشخص، الان ما کاملا خنکش کردیم ولی دریچه ترموستات بسته نشده. این زمانی هم که داغ میشه چیز حرکت نمیکنه، پس گردش آب نداریم تو ماشین، باعث میشه که ماشین آمپر بکشه. دقت کنین موقعی که ترموستات میخواین جا بزنین صحیح جا بزنین، وارونه جا نزنین. حالا نگاه به همین طریق بسته میشه.